کشور ما گویان است برای رسامان آفریده شده است. زیبایی و نزاکت کوه‌ها، شرشره و دره‌های کم نظیر و دیگر منظره‌های ناتکرار طبیعت برای رسامان و منظره سازان مواد زیاد می‌دهد. رسامان باید نه اینکه تنها با چشم، با قلب خودم نیز باید طبیعت را، زیبایی را بیند. تاجیکستان کشوری کوهی است. در دنیا کم است، نیست. 93% تاجیکستان را کوه‌ها تشکیل می‌دهند. 13,000 پیریخ‌ها دارد. دریاها دارد، شرشره‌ها دارد. آب‌های زلال دارد، آب‌های مصفا دارد. از لحاظ ذخیره‌های آبی آشامیدنی در دنیا جای اولین را اشغال می‌کند. بسیار بسیار مردم زیبا دارد. مردم بسیار تاریخ و تمدن ملت ما فرهنگی است.